خب بچه ها، در کنکور تجربی 92 یه دونه تست اومده گفته ولتاژ در این مدار ولتاژ دو سر مقاومت 5 ohمی 10 ولته، مقدار جریان آی رو به دست بیارید. خیلی خوب، مدار ما موازیه. ما گفتیم که در مدار موازی هر چقدر مقاومت بزرگتر باشه جریان کمتره. مثلا این 20 ohمی از همه بزرگتره، جریان شما X در نظر میگیریم. این 10 ohمی جریانش میشه 2X چون نصف 20 ohmه و 5 ohمی جریانش میشه 4X. خیلی خوب، حالا مقدار این جریان 5 ohمی رو پیدا میکنیم چون ولتاژش رو داده. ولتاژ ببینید جریان مساوی است، ولتاژ تقسیم بر مقاومت هست. ولتاژ ما 10، مقاومت هم 5. پس جریانی که از شاخه 5 ohمی عبور میکنه 2 آمپره. یعنی این 4x ما میشه 2 آمپر، یعنی x ما میشه نیم آمپر. خب 2x ما میشه 1 آمپر، این x هم نیمه. اینها رو با هم جمع میکنیم. 2 آمپر بالایی هست، 1 آمپر وسطیه و پایینی هم نیم آمپره. پس جریان کل ما میشه 3.5 آمپر.